این حرفای چیه میزنی؟ حالت خوبه؟ مرگ من بشین تا پولتو بدم. ببین دیگه قسمت دادم. باشه خب چیکار کنم دیگه؟ مجبورم بشینم دیگه. میخوای برو یکم بگرد بعد بیا، ولی باید بیای. قسمت دادم. بالاخره برم یا بمونم چیکار کنم؟ برو. باشه پس من میرم. خیلی خوب دیگه باشه. یکم بگرد بعد من بیا. رفتم. خداحافظ. چی شده؟ من کجا؟ سرکار خانم نزدیک بود بمیره. خیلی خوبی. ساواش خیلی ممنون ساواش. متولدی چه ماهی هستی؟ آها صبر کن. نگو. ببر. متولد ببری. آره همونه، درست گفتی. خیلی خوشحال شدم. پسر تو زندگی منو نجات دادی. بیا با هم سلفی بگیریم. خواهش میکنم. ببخشید میخوای چیکار کنی؟ ای بابا باید بمونم. باید برن. صبر کنی. رفتن سخته، موندنم سخته. شما باید حال روز منو بپرسی. این پرت و پلا چیه میگی پسران؟ من مختار این روستم. اگه بگم برن باید برن، همین که گفتم. مام نمیریم، همین که گفتم. بهتر نیست به اعصابت مسلط باشی عمو شناسی؟ همونه داداش شناسی. آقا مختار، شما نمیتونی به تنهایی برای آدما تصمیم بگیری. تصمیم میگیرم، خوبش هم میگیرم. من صدای مردم مختارم. آها آفرین بابا. اگه تو صدای این مردمی پس باید به حرفشون هم گوش بدی. تو باید اینو بدونی که ما با حرف زدنم میتونیم این مشکل رو حلش کنیم. پسر جون چرا مزخرف میگی؟ این حرفا رو کی یادت داده ها؟ موتور ماشین خورده تو سرت؟ بابا میگم باید اینو از مردم بپرسی. این که بمونن یا برن و مردم باید تصمیم بگیرن. فهمیدی؟ بله خیلی منطقی بود. درست گفتی، خیلی منطقی بود. باید از ما نه بپرسی. خیلی نمیشه، امکان نداره. مردم اینجا منو انتخاب کردن، منم دارم حرف اونا رو میزنم. وقتی که میگم باید برن پس باید برن دوست عزیز. ای بابا 3 هفته گذشته هنوز همون داستانو داریم. این آقا مختار انگار دیوانه شده. بابا جون حداقل رای گیری کن که بمونن یا برن. شما طرفدار دموکراسی هستی. ببین بابا اگه تو صندوق رأی رفتن بیشتر بود حتما میرن. اینجوری ماجرام فیصله پیدا میکنه. هیچ کس هم دیگه نمیتونه به تو حرفی بزنه. چیه آقا مختار؟ نکنه از این میترسین که رأی موافقا بیشتر باشه؟ آره؟ قلبتون ری؟ چرا باید بترسیم؟ نتیجه مشخصه. حالا که اینجوریه بیاین از اهالی بپرسیم. اگه اینطوریه پس رأی گیری میکنیم. بپرسیم. هر کی زد زیرش نامرده. اینجوری خوبه ها. به خدا برای منم باید همین کارو بکنن. تکلیفمونو معلوم کنن. فاطمه و خلیل ازدواج کنن یا ازدواج نکنن. خدا شفاش بده. فقط گفته باشم اگه رأیی که از صندوق در میاد تعداد مخالفا بیشتر باشه اینا حق ندارن 5 دقیقه هم اینجا بمونن. این دفعه با تفنگ بیرونشون میکنم. فهمیدین؟ مردم ما رو نخوان، ما یه لحظه اینجا نمیمونیم. مردم اینجا واسه ما عزیزن آقا رستم. از خداحافظیاتو از همین الان همه صندوق میبینیم آقا شناسی. سحر منو ترسوندی. تو داری اینجا چی کار میکنی ها؟ میخوام فرار کنم. دیگه چاره ای ندارم. دیگه تحمل این زندگی رو ندارم. ایلکنور انگار زده به سرتا. خونه ما که یه طبقه است نیازی به این کارا نیست. راست میگی ها؟ میخوام برم پیش باریش. به خدا این 4 دیواری مثل زندان شده برام. دختر دیوونه بازی در نیار. به خدا اگه به گوش بابا برسه جفتمونو میکشه. باید یه فکر دیگه بکنیم. ای کاش میذاشتی من بمیرم خالچون. چه خبره؟ یا خدا. دختر سلام. میدونستم به خدا میدونستم. اومدی منو نجات بدی عشقم درسته؟ خدایا شکرت. الان میام. صبر کن چی کار میکنی؟ میافتی صبر کن. من تو دام عشقت افتادم. کی قراره بریم؟
من این دفعه به خاطر خواهرت سحر اومدم. یه چیزی برات دارم. اونو آوردم. این چی داره میگه؟ شما هم میخواین منو به کشتن بدین؟ خواهر تو به من خیانت کردی چش سفید. خواهر جون چرا چرت و پرت میگی؟ این حرفا چی؟ مگه میشه به عشق خواهرم نظر داشته باشم؟ تازه من خودم عاشق ساواشم. آها، منم یه نامه از ساواش برات آوردم. خودش یکم خجالت کشید، برای همین از من خواست که برات بیارم. بیا دیگه عجله کن، منتظرته. نامه؟ وای عاشق رمانتیک من. پس خودمون چی؟ ما کی به هم میرسیم؟ کی من از اینجا میبری؟ عزیزم میبرمت به وقتش، تو یکم صبور باش. زود باش میخوام ببینم. خدافظ. کجا به این زودی؟ بیا عدس پلو پختم رفتش. ببین بهت قول میدم وقتی من و سواش به هم دیگه رسیدیم شما را میبریم پیش خودمون. ممنونم خواهر. قول خواهرمه تکخوری نمی کنی. ببینم سحر عزیزم، اون صورت زیبای تو همیشه جلوی چشمامی، همش به تو فکر میکنم، دیگه نمیتونم دوری تو رو تحمل کنم. دوست دارم. بیا مال من شو، تا آمد کنارم باش. اگه جواب تو مثبته همین الان بیای کنار ساحل. وای ساباش، وای از من خواستگاری کرد. آی ساباش من، عشق من. اگه یه بار بمیرم بهتر از اینه که هر روز از دوریت بمیرم. زود باش سمن. خیر باشه سمد، اینجا چی کار میکنی؟ چیزه امینه، من برای چیز دارم چیز میکنم. چی میگی تو؟ حرف زدن یادت رفته، مشکلتو بگو. امینه میدونی چرا اومدم اینجا؟ من امینه تموم شد امینه، تموم شد. چی شده؟ چرا دوباره داری دیوونه بازی در میاری ها؟ درست شد امینه، درست شد. اونا از اینجا نمیرن. درست تعریف کن ببینم چی شده. به هم میرسیم عشقم، به هم میرسیم. خانواده آقای شناسی نمیرن، اما بپرس چی شد که اونا نمیرن. چی شد؟ بله میدونی چی شد؟ به لطف هوش و ذکاوت من عزیزم. به بابام گفتم بیا رای گیری کنیم، بالاخره راضیش کردم، مردمم قبول کردن، تو روستا قرار رای گیری بکنن و رای بگیرن. یعنی چی؟ یعنی الان ما قراره تصمیم بگیریم؟ دقیقاً همینطوره خوشگلم. ببین میدونی چی میشه؟ اگه رأی موندن بیشتر باشه میمونن، هیچ کس هم نمیتونه هیچ حرفی بزنه، حتی بابا. آفرین به تو، بالاخره یه کار درست انجام دادی. دوست دارم عثمان. منم دوست دارم عزیزم. قربونت برم. سمد تو چی میخواستی بگی؟ سمد تو اینجا چه غلطی میکنی؟ نمیدونستم سمدم اینجاست عزیزم. سمد جون هیچی، من به خاطر کشتی اومدم اینجا. موتورش خراب شده بود، اومدم جعبه تعمیر رو ببرم. من که نمیدونم کجاست، بابامم خونه نیست. من تو قهوه خونه دیدمش، بعدش هم اونا دیگه رفتن. باید بری تو روستا رو بگردی. باشه، پس من هم همین کارو میکنم. شما هم چشمتون روشن. ممنون سمد جان، قربونت برم، موفق باشی. خوشحال شدی نه؟ مشکل تو تنهایی نیست سمد، بی کسی. پسرم بیا دیگه. اومدم مامان، اومدم. مامان مگه نگفتی فقط 2 تا تیکه وسیله برمیدارم؟ آخه اینا چیه؟ من گفتم؟ پسرم تو هم که اصلا درک نمی کنی یا اینقدر خودمو خاروندم دیگه حواس برام نمونده. باشه پس من اینا رو میبرم داخل. این کارو نکن ارکان، این کارو نکن. تو اون وسایل بافتنی من. چی؟ مامان چی داری میگی؟ همش 2 روز داریم میریم اونجا. من اجازه نمیدم مردم این روستا هر روز پشت سرم بگن که آسمان دست خالی بدونه هیچی رفته در خونه مردم برای گدایی. غیرتت کجا رفته آرکان؟ مامان چون ببین خودت هم داری میگی خونه مردم، چرا باید این همه به زحمت بیفتن؟ من گفتم؟ نه عزیزم این چه حرفی؟ اونجا خونه عمو صالحه، اونم مثل پدرته دیگه. حالا بیا بریم، در ببند بریم پسرم. بدو باشه بریم. در
رو ببند. ببین پسر، نباید گند بزنی باشه. خیالت راحت باشه، اونو بسپار به من داداش. تو حواست به من باشه، من خودم به اشاره میکنم. چش داداش، اصلا نگران نباش، حواسم هست. دمت گرم. ظریفه، بیا یکم حرف بزنیم، بعدش با هم میریم خونه. تو هنوز نرفتی؟ چرا رفتم؟ تو راه هم نمیخوام به تو بگم. همینه که تو رو انقدر خواست کرده. چی؟ خب اگه مثل دخترای دیگه بودی الان به این شوخی بی‌مزه‌ای که کردم بلند میخندیدی، اما تو فرق میکنی. خیلی خاصی، طبیعی هستی. واقعا میگم. طبیعی خودتی. من چی دارم میگم؟ من خیلی طبیعی میرم. بیا اینجا ببینم، 2 دقیقه میشینیم با هم برمیگردیم. بیا. باشه، منم میخواستم وقتم بگذره، باید برگردم پیش آبجو. نمیدونستم کار میکنی. همیشه کار نمیکنم. یه بعضی وقتا برای آبجو مریم غذا درست میکنم. پولشو که میگیریم. معلومه که میگیرم. تو این دنیا برای هر پولی که بخوای به دست بیاری بالاخره باید زحمت بکشی. درسته منم این شرایط خوب میشناسم. البته بعد اون غذایی که باریش درست کرد بعد ببینیم آبجی مریم بازم بهت سفارش میده یا نه. راستش منم خیلی ترسیدم، اما از غذاها خوشش شد. البته این کارا از باریش بعید نیست. برای گول زدن یه خانم هر کاری از دستش برمیاد میکنه. آره، ولی خب اون تو ایتالیا 2 سال آشپزی خونده. باریش؟ آره خونده. ببین ظریفه، باریش تو این زمینه خیلی خطرناکه، پس نباید همه حرفاشو باور کنی. برای اون مهم نیست طرف مقابلش کی باشه، اون فقط به خودش فکر میکنه. میدونی مثل چی؟ مثل داستان دونوان. آره من اونو میشناسم، داستانش هم خوندم. بیشتر از همه از اون داستانش خوشم میاد که عشق واقعی رو پیدا میکنه. اونو خوندی؟ معلومه که خوندم. اگه همونی نیست که میخواست پولای یه زنی رو به دست بیاره، بعدم سعی میکنه اونو عاشق خودش بکنه. زن خیلی مهربون و بامزه بوده. زن هم از اون خوشش میاد، از اینکه برای اولین بار یه مردی اینجوری بهش اهمیت داده بوده، یعنی مثلا دوستش داشته و اینا. بعدش هم توی داستان اینجوری میشه که مرد عاشقش میشه. این دفعه مرد واقعا عاشق زنه میشه. بعدش هم زن واقعیت ها رو میفهمه و اونو ول میکنه و میذاره میره. مگه چه اشکالی داره؟ بعدش که واقعا عاشقش شده. یعنی چی اشکال نداره؟ با غرور و آبروی یه زن بازی کرده ها. وقتی با آبروی یه زن بازی میکنی، خب اون زن بنده خودم چیکار کنه؟ میره خودشو میکشه دیگه. اون مردم که تا ابد تنها موند، عذاب وجدان داشت، خدا هم ازش نگذره، اصلا خدا نابودش کنه. آره خدا لعنتش کنه. بعدش هم واسه موندن ما قبول کردن که رأی گیری بکنن. این که فکر خوبیه که این پیشنهادو داد. آقا عثمانتون این پیشنهادو داد. شما آقا عثمان جنتلمن هستی. چی؟ خیلی مردی. قربونت آقا باریش. اما یه مشکلی هست. بابای من خیلی خوب میتونه کمپین انتخاباتی را بندازه، چون میدونم اهل این کاراست. برای همین در مقابل اون یکم کارتون سخت میشه. اومده بودم همینو بهتون بگم. اونا هنوز شناسی گلادیاتور رو نشناختن. تو کار مثل خرگوشتریم و مثل شیر وحشیم. خیلی بامزه همون شناسی. داداش. آره همون داداش شناسی. یه لحظه باید یه فکر درست و حسابی بکنی. بگو ببینم مخ مردم رو چطوری میشه زد عثمان؟ مثلا مردم چی دوست دارن؟ اون خیلی راحته باریش. میدونی مردم اینجا هیجان خیلی دوست دارن. زنها میشینن یه گوشه و البته دور از جون شما میشینن غیبت میکنن. بعد آقایونم بزن و به رقص را میندازن. پسرام که یعنی جوونا با هم رقابت میکنن. بعدش هم که دیگه همه حالشو میبرن. ببینم چطوری باید بهشون خبر بدی؟ اونم راحته. باید به همشون پیام بدی. پیام بدی. صبر کنین منم غذا درست میکنم، همه میخورم. موزیکم با من آرکان بی نظیر مینوازه. عالیه. چقدر حلال زاده است ببینش. برم باش حرف بزنم. برو دخترم. ببینم ساواش کجاست؟ یه گوشه کنار داره مخ میزنه. اولش که اومدیم اینجا فکر میکردم توی دختری روستایی ساده‌ای. خب من همینطوریم دیگه، مگه چه مشکلی داره؟ نه بابا تو خیلی فرق میکنی. ظاهر باطنت یکیه. حرفتو راحت میزنی. از اینکه آدمو دوستت نداشته باشن نمیترسی.
چرا باید بترسم؟ راست میگی، من از همه جا روندم. دیگه عادت کردم. تو واقعا دختر خاصی هستی ظریفه. تو هم همینطور ساوش. به نظرم تو هم خیلی خاصی، خیلی ساده، با غیرتی. اون اوایل ازت بدم میومد، اما خب منم همینطوریم دیگه. چی میگم؟ یادت اون روزی که با هم گشتیم؟ تو به هم گفتی یکم به اطرافت نگاه کن، زندگی این همه زیبایی داره، اونها رو هم ببین. درست گفتی. زندگی همینه دیگه، یه عالمه بار سنگین رو دوش آدم میذاره، همش باید در حال تلاش کردن باشی. وقتی تو به هم گفتی این دریا آبیه، میدونی قبلا 1000 بار این دریا رو دیده بودم، اما وقتی تو به هم گفتی فهمیدم که دریا نمیدونم باید چی بگم. منم از تو ممنونم. مرد زندگی، عشق منم تو رو دوست دارم. تو از کجا پیدا شد؟ نمیدونستم اینقدر خجالتی هستی. پیشنهاد ازدواج تو قبول میکنم، اومدم مال تو باشم. دختر چی داری میگی؟ کدوم پیشنهاد تو آخه؟ خیلی جذابی پسر خوشتیپ. چی شد که با نامه به هم پیشنهاد ازدواج دادی؟ نامه دیگه چیه؟ تو چی داری میگی آخه؟ اینو بگی، همین الان کارمون رو شروع کنیم. اینو بگی ببینم تو زده به سرت بگیرش. چه زودتر کاری ازدواجمون رو شروع کنیم، خیلی زود هم به هم دیگه میرسیم. ساواش زندگی من. تو داری چی کار میکنی آخه؟ وای خدای من، اینا به خاطر منه. وای خدا جون. آره این همش به خاطر توه. امیدوارم خوشبخت بشید، خیلی هم به هم میان. خیلی خوب بود، امیدوارم حسابی خوشبخت بشید. ظریف سوء تفاهم شده، همچین چیزی نیست. بیا اینجا ببین. ممنون ظریفی، تو هم برای عروسیمون میای دیگه. آره دارم میرم لباسامو آماده کنم. بیا ظریف به خدا سوء تفاهم شده. قربونت برم، خیلی دوست دارم. اینجا چه خبره ها؟ اینجا چی کار میکنی؟ دارم عقلمو از دست میدم. ظریفه اومد، برو قایم شو. خدا رو شکر بالاخره اومدی. نمیخواستم بیام آبجی مریم، چون قسم دادی اومدم. کار خوبی کردی. منم الان میرم پولتو میارم. یه سورپرایز خیلی جالب برات دارم. وای نه سورپرایز نمیخوام. من امروز به اندازه کافی سورپرایز شدم، دیگه تحمل ندارم. باشه این فرق داره. ظریفه چرا بدون اینکه به حرفم گوش بدی گذاشتی ای بابا رفتی؟ دست از سرم بردار دیگه. تا وقتی باهات حرف نزنم هیچ جایی نمیرم. برو با سحر جونت حرف بزن. چرا اینجوری میکنی ظریفه؟ این حرفا چیه؟ من با سحر چی کار دارم؟ میشه بگی دقیقاً برای چی براش نامه نوشتی و گولش زدی؟ ببین من کسی رو گول نزدم، برای هیچ کس هم نامه ننوشتم، اصلا از نامه خبر ندارم. لابد یکی میخواسته اذیتم بکنه این کارو انجام داده. آره خب مردم بیکارن تو رو اذیت کنن. آخه نیست خیلی جذابی، خیلی هم شخصیت معروفی داری، برای همین مردم هی میخوان اذیتت کنن. میفهمی که تو حرف منو باور نمیکنی. چرا باید حرف تو باور کنم؟ معلومه که باور نمیکنم. پس حرفات چی شد؟ چند دقیقه پیش میگفتی خیلی آدم خوبی هستی، الان اومدی میگی آدم دروغگویی هستی. چی عوض شده؟ تو واقعا فکر میکنی من برای سحر نامه نوشتم ازش خواستگاری کردم؟ یکم فکر کن. مثل آدم همه چی رو برات توضیح میدم، ولی هر دفعه تو هر بلایی دوست داشتی و سر من آوردی ظریفه. واقعا که سلام. دختر مردم رو تنها گیر بردی اذیتش میکنی، اصلا کار قشنگی نکردی. تو چی میگی آخه؟ ها؟ چی داری میگی؟ تو اصلا چیزی نمیدونی. به تو چه؟ تو برو از خودت سلفی بگیر و شلوغ کن. وای خدای من، گفتیم قهرمان وحشی از آب در اومد. قهرمان وحشی. شما هم دیگه رو میشناستی؟ این پسر جون من نجات داد. این کیه؟ کی بود؟ اونو ول کن. تو از کجا پیدا شد؟ کی اومدی زینب؟ دختر تو خیلی خوبی ظریفه. وای دلم برات یه ذره شده بود. دلم برات یه ذره شده بود. این جونم عزیزم. چی میگی؟ مگه نمیفهمم اصلا، ولی دل منم برات تنگ شده بود به خدا. حتی خیلی هم اصلا هم دلم تنگ نشده بود. اصلا چرا باید دلم برای تو تنگ بشه؟ هیچ هم دلم برات تنگ نشده بود. حداقل یه زنگ میزدی حالمو میپرسیدی. حق داری به خدا، باور کن حق داری. هر چی بگی درسته، اما تو که نمیدونی چی به سرم اومد. همه‌شو برات تعریف میکنم تا صبح میشینیم با هم غیبت میکنیم. باشه؟ تو همینو میگم دیگه زینب. تو چی میگی؟ من اصلا نمیفهمم.
میگم کجا بودی؟ یهویی کجا رفتی غیبت زد؟ کی برگشتی؟ میخوای بمونی؟ میخوای بری؟ میخوای چیکار کنی؟ میگم برنامه چیه؟ نه عشقم، تازه از آلمان برگشتم. یکم به زندگی تو طبیعت احتیاج داشتم. دلم برای خاله‌ام تنگ شده بود. به خدا دلم برای اینجا هم تنگ شده بود. تو چرا اینجوری حرف میزنی؟ من اصلا نمیفهمم چی میگی زینو. زینو نه، زینب، من دیگه دختر دهاتی نیستم. جانم بابا. بله. نه من میام خونه. باشه میام. چیزی شده؟ نه بابا، میخوام برم پیش بابا بزرگ. آها اوکی، پس صبر کن یه سلفی بگیریم. نگاه کن. چیکار میکنی؟ بخند. چرا لبتو اینجوری میکنی؟ ها؟ ظریف سلفیه دیگه. شمارت هم برام بزن، با تماس میگیرم. باشه؟ نگاه کن درسته. اوه بله، میخوام کلی عکس باهات بگیرم، به اشتراک بذارم. هم باز که دوران کودکی. کجا به اشتراک بذاری؟ منو با کسی شریک نشی یا زینب؟ چی داری میگی؟ باشه حرف میزنی. خداحافظ. به سلامت. آره داداش، تو هم مثل همیشه بچه‌ها رو با خودت بیار. آره، یه مهمونی داریم تو مایه‌های عروسی. باشه؟ دمت کم. شبت بخیر. واقعا ازت ممنونم. اختیار داری. یادته میگفتی نمیتونم مامانمو تنها بذارم؟ من خیلی دربارش فکر کردم. یه جورایی دیدم حق با توه. برای چی حق با منه؟ خب ما خانواده شلوغی هستیم و اگه من مامانمو تنها بذارم اون جای خالی منو احساس نمیکنه. اما شرایط تو خیلی فرق داره. من اگه مادرمو تنها بذارم اون از دوری من دق میکنه. نمیتونه تنهایی زندگی کنه. خب مجبورم نیست تنهایی زندگی کنه. یعنی چی؟ مثلا چطور مادرت دوباره ازدواج کنه، یه زندگی جدید. اینجوری خیال تو هم راحت میشه. میتونی بری دنبال آرزوات. یعنی با هم شایده. میدونی چیه؟ حتی اگه حرفم نزنی میتونم نگاهتو بخونم. منم همینطور. فکر کنم اسم این عشق باشه. لطفاً اینو نگو. چرا؟ میترسم. از چی میترسی ازش؟ نمیترسم. به نظرم کلمه مقدسیه. هر جای دنیا هم که باشم میخوام کنارم باشی. دوست دارم همیشه کنار هم باشیم. فهمیدی چی گفتم؟ چی شد؟ فکر کنم این دفعه دیگه هیچ کس نمیخواد دخالت کنه. بابا بزرگ، داری چی کار میکنی؟ چی کار داری؟ دارم رنگ میزنم. خب اینه که دارم میبینم. چرا الان این کارو میکنی؟ فاطمه قراره بیاد تو این خونه. میخوام یکم خونه رو مرتبش کنم، میفهمی؟ ولی بابا جون خودتو خسته نکن. آره به خدا خسته شدم، اما نگاه کن فاطمه خیلی خوشش میاد. بله حتما خیلی خوشش میاد. مگه میشه نیاد؟ ببین میگم بیا اینجا بشین، یکم استراحت کن. بیا بقیه‌شو بعدا رنگ کن. بیا بذار یکم استراحت کنم. وای خیلی خسته شده. آخ بابا بزرگ، اله بمیرم برات. نمیخوای بیخیال شی نه؟ بیخیال چی بشم دختر؟ معلومه دیگه بابا بزرگ. عشقو میگم. نمیخوای دست برداری نه؟ وقتی آدم عاشق بشه دیگه نمیتونه ازش فرار کنه دخترم. من اصلا از این چیزا سر در نمیارم. وقتی تو هم عاشق بشی میفهمی. نه بابا بزرگ دست درد نکنه، نمیخوام. نوش جونت. پس معلومه که هنوز وقتش نرسیده. بذار قلبت به تپش بیفته، اون وقت حالتو میپرسم عزیزم. این دقیقا چه حسیه؟ من اصلا سر در نمیارم. یعنی آدم میاد میگه من عاشق شدم، خب از کجا میفهمه؟ میفهمه بدون اینکه متوجه بشی. عشق یه جوری بازیت میده که خودت هم نمیفهمی.
اگه بدونی چقدر ناز داره، چقدر ادا داره، تو که نمیدونی. هر کاری میکنه خودشو به آب و آتیش میزنه تا بالاخره دل تو به دست بیاره. یعنی به دست میاره؟ آره به دست میاره. دختر عزیز آبی تشریف آوردم. اینجا چه خبره؟ به لطف شما همه برام ادا در میارن. اگه یه غلطی میکردیم به این روز نمیافتادم. بابا من درستش میکنم. یکم احتیاج به زمان دارم. آره بابام به خاطر همون زمان داره یه کاری میکنه. این چی داره میگه؟ این بچه دیگه خسته شد. من همیشه افتخار میکردم به اینکه 2 تا پسر دارم که مثل کوه پشت من، ولی این منم که هوای شما رو دارم. باشه حالا کسی برای من توضیح میده اینجا چه خبره؟ من برات توضیح میدم. بابات یه راهی پیدا کرده که اینجا بمونیم.